کاستشوی زبان تاجیکی امروزها در بین معاشرت مردم و آویزه‌ها بیشتر مشاهده می شود. این مشاهده نه تنها گروه کاری بلکه زبانشناسان نیز هست. صلاح‌الدین ازبکوف دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов میگوید که 31 سال سپری می شود که ما درباره زبان صحبت می کنیم، اما هنوز کاستگی و اشتباه‌ها بین جوانان به نظر می رسد. ما همچون مثلا کمیسیا با یک چند ناحیه‌های هم فرستاندن. ما وقتی که آویزه های میبینیم، این وقتی که درباره آویزه ها صحبت میکنیم و هر یک نفر با وی خودش، با همون ابتکاری خودش، با تشبث خودش، هر چیزی که میشود میبرند به همون جاهایی که مینویسند و همون رو برآورده چی نزد دکانشان، یعنی که نزد دیگر مثلا کارگاهشان همون چیزی چی میکنن نصب میکنن. در جهان از روی تحقیق زبانشناسان بیش از 6000 زبان وجود دارند که تخمینا با 300 زبان به طور عموم 96% مردم جهان صحبت میکنند. بیشتر از 100 زبان دنیا به حیث زبان دولتی و رسمی پذیرفته شدند که بین این زبانها زبان مادری ما زبان دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. وقتی که کودک از کودکیش شعر میخواند، اثرهای بدیعی میخواند، وقتی که مکتب خوان میشود، در مکتب این چیزها جاری می شود، وقتی که در دانشگاه میاد همین چیزها سلسله‌ای اگر براه مانده شود، امروز تمام قشر جامعه شهروندان ما با زبان تاجیکی زیبا سخن گفتن یاد میگیرند. همه سال 5 اکتبر روز زبان جشن می‌گردد و برای تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان تاجیکی چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود که برای تهیه و مورد عمل قرار گرفتن چندین سنه‌های مهم دولتی به اهل جامعه و مسئولین یادرس نماید. از روی برنامه تعلیمی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تهیه نموده است، زبان تاجیکی همچون فن حتمی در همه گروه ها صرف نظر از اختصاصشان تدریس کرده می شوند. زبان تاجیکی خود را دوست داشتن، اصالت و رسالت آن را به جا آوردن، پاکیزه و به آلایش نگاه داشتن، این تحکرسی مستحکم بوده آینده درخشان جامعه را بنیاد می نماید. کارشناسان برای برطرف کردن کاستگی ها والدان را در عائله، آموزگاران را در مکتب و استادان را در دانشگاه وظیفه دار می کنند که تا نسل نو با زبان ناب تاجیکی حرف زند و به آلایش نگاه دارد. گزارش منظور بختیارزاده و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.